ولی رسزیدزه حالا ببینید که افتونید رقیب رو اینجا ورزشکار افغانستانی ولی داور درجه بین المللی خسرو شویف اون عملکرد رو پهلو و باز پهلو با امتیازی یعنی که حلال تبدیل می‌یابد و عباس در یک نیروسنجی برایش خیلی وزنین پیروز می‌گردد. البته کوشش ها از آغاز رقابت از جانب عباس خیلی نظررس بودند و بیشتر او کوشش میکرد بیشتر او پرتافت ها رو سازمان میداد آغاز حمله ها محض از جانب او مشاهده میشد. اکنون لحظه های تکرار این رقابت رو مشاهده میکنیم باری دیگر از همان پرتافت هایی که پهلوانان انجام دادند. ببینید این کاری بود که در این نیروسنجی نقطه گذاشت. همین پرتافتی عباس از کشور